مارگانوف غذای محبوب. نه جدی میگی؟ بله بابا، میدونی که هر چی از این غذا بخورم سیر نمیشم. خیلی خندیدم عزیزم. سر خونه اول وای. یه راه حل ساده. بچه ها شام آماده است. میل کنید. وای بابا، تو 12 تا غذای مختلف درست آره کردی. سخت نبود، فقط خواستم یه کار خاص بکنم. برای همین غذاهای محبوب تک تکتون رو درست کردم. حتی غذای کرمی من اوه البته عزیزم. عالیه. میشه لطفاً اون چیزا یه جای دیگه مصرف کنی؟ مثلا بری تو گاراژ. صبر کن، اگه من کنار لیزا بشینم اینطور به نظر میاد که بقیه رو دوست ندارم. من میخوام امشب اون گوشه بشینم، اینطوری راحت تر هستم، همتونم میبینم. انگشتتو گاز گرفتی عزیزم. صبر کن، بابای انگشت کوچولیتو درست میکنه از باشه خیلی خوب. تو تنها نیستی، به ترتیب ماچ میکنم. این از تو عزیزم، اینم از تو، اینم از تو. دوست دارم. بهتره این کاری نکنی بابا، امروز همش جاهای ناخوشایند خیلی بودم. خوب، بوست تو رو تو جیبم نگه می‌دارم. تو حالت خوبه پدر؟ آره خوبم، از این بهتر نمیشه. بعد از دوره چطور؟ خوبه. یه قبر کندم و به خوابیدن توش فکر کردم. همینجور نگهش داره، یعنی بعد از